پاتنت کاری را در روسیه توسط پست الکترونی میتوان دسترس نمود. چهارشنبه دوم دکبر وزیر حکومت مسکو رهبر دپارتمنت سیاست اقتصاد و رشد در ولایت مسکو ماکسیم رشیدنیکوف درباره تغییرات مثبت در ساحه سیاست مهاجرت شهر گفت نتیجه اساسی و از همه ارزنده که برایمان امکان پذیر شد این به دست آوردن قانونی‌گردانی مهاجران مهنتی، مهیا نمودن شرایط کار هم برای شهروندان روسیه و هم برای مهاجران است. در سال گذشته یک قطار قانون‌های جدی به امضا رسیدند که طبق قانون‌های به امضا رسیده حجت اساسی مهاجر مهنتی این پاتنت شده بود که مهاجران این حجت را تنها از موضع سفر و مسکو به دست می‌آوردند. باجی در ماهی پاتنت تنها در ولایت مسکو به خزینه دولت بیش از 1 میلیارد روبل درآمد می‌آورد. در آخر سال این نشان دهنده به 12.5 میلیارد روبل میرسد. رشیدنیکوف میگوید سر از سال آینده ارزش پاتنت 5% زیاد خواهد شد که تا 4.2 روبل میرسد و این به سبب افزایش مزد کار در شهر است. او قید کرد که کارگران مهاجر برای شهر این ضرورت افکتیوی است. بزرگترین توابط به چنین کارمندان در ساحه‌های تجارت، خواجگی منزلی و کمونالی و ساختمانی احساس می شود. در سالهای اخیر نظارت از بالای مهاجران مهنتی پرزور کرده شده بود. با مقصد به دست آوردن کار مهاجران میبایست امتحان درباره زبان، تاریخ و حقوق روسی سپارند، از معاینه طبی گذرند که از این بعد گذشتن از معاینه طبی حتمی شد. ما امید داریم که مهاجران کاری این تصمیم ما را میپذیرند و قانونهای موجوده را رعایت خواهند کرد. همچنین رشیدنیکوف قید کرد که باید مهاجران کاری از کارفرما طلب کنند که شرطنامه مهنتی بسته شود و در عکس حال خوبترش برای کار کردن بدون شرطنامه مهنتی راضی نشوند. در نوبت خود مقامات شهر نیز برای آسان نمودن به دست آوردن حجت‌های لازمه برای مهاجران تلاش‌های خود را خواهند آورد که این آماده سازی یک قطار حجت‌ها برای با آسانی دسترس شدن پاتنت میباشد. تا به حال مهاجران برای گرفتن پاتنت به موضع سفر و دوبار آواره میشدند و اما از این بعد کفایه است که یک بار آماده حجت‌ها را تسلیم کنند. ما نیت داریم که مهاجران مهنتی برای گرفتن پاتنت تنها به مرکز عریضه تسلیم کنند و توانند مجوز کاری را توسط پست الکترونی دسترس نمایند. ناگفته نماند که در مقامات امروزها نظام معین نمودن حیثیت مهاجر توسط پاتنت در حالت کارکرد قرار دارد. قید نمود رشیدنیکوف.